اگر امروز شما اهمیت داده باشید، طفل وقتی گریه میکند، مثلا 1.5 ساله 2 ساله 3 ساله اگر گریه کند، این برای اون نیست که مادرش خواب است یا به غذا نیاز دارد. عادتا برای اون گریه میکند، تلفن موبایلی از دستش گرفته می شود یا پلنشیت از دستش گرفته می شود، برای این گریه میکند. یعنی الکی این کودک، این طفل معصوم سیرایت یافته است، دیگه برای مهر مادر گریه نمیکند. شاید شکم میداند، دلش پر است که شکمش همیشه سیر میکنند. برای این بعضی از سهلنگارها نگاه میکنن که آوازش برآمد یا تلفن موبایلی میدین یا پلنشیت پیش میگذارن یا کامپیوتر که تو به همین، یا که مثلا یک نواری رو از نوار کارتونی از تلویزیون از میگذارن که من همین پولت هستم، خیلی که میخوای بلند کنو پس کنو، مهم است که تو به همین بند باش. این الکی مهر مادر رو از دل دور کردن است، مهر بستگان و پیوندان از دل دور کردن است و مادر اون پلنشیتش است، مادر و تلفن موبایلی است، برای مادر گریه نمیکند و این عامل میشه در آینده عامل منفی و میتواند که نقشه‌های منفی بکشد و دیگر مهر محبت از خود به پدر و مادر ظاهر نکند. کار ناخوب است که بسیار اطفال و نوجوانان به تلفن‌های موبایلی و پلنشیت‌ها سر و کار بگیرند.